وارنری که اونجا طلا گرفت یک ما قبل یا برای جلوی خان یه جلوی سر رو شگرد خود محمدی زیر سر رو اصلا میگه که به این شکل زیر سر رو معلوم خود میکنه بالا میره تبدیل میکنه به مچ پا و اینجا کورت بشن خارج میکنه و همه از بالا میافتن. یه صحنه خاص و عجیب و غریب که افتادن روی میز رئیس تشک و همه چیز رو به هم میکشه. از روی آرنج هم حالا دستش آسیب میبینه محمدی. ببینیم که امیدوارم که مسئله مهمی نباشه، ببینیم که مسئله مهمی نباشه و ببینیم که چه یه حرکت از ناحیه آرنج به شدت آسیب دید و حرکت آثار اگر ببینیم یه حرکت واقعا عجیب و غریب بود. دو کشتیگیر پرتاب شدن روی میز رئیس تشک و همه چیز به هم ریخت. یعنی اون اسکوربورد و اون کامپیوتر رئیس تشک و همه چیز وقت نگهدار و همه چیز به هم ریخت. با این حرکت و جالب بود که همه سرنگون شدن از بالا. رئیس تشک و وقت نگهدار همه به اتفاق دو کشتیگیر. حالا محمدی از یک دستم آسیب میبینه میرنزه. حالا این که تا زمانی که درست کنن اسکوربورد و بیشک یه زمانی هم ببینیم که رئیس تشک حالا اجازه میخواد تا اینکه مکس بکنم اگر امکان داشته باشه حرکت آهسته رو ببینیم. لحظه ای که دو کشتیگیر پرتاب شدن روی میز رئیس تشک، بعد از اون هم برخورد کردن به رئیس تشک و وقت نگهدار برای تشکر میکنیم. اینجا مچ پا رو گرفت، زیر سر رو گرفت، تبدیل کرد به مچ پا رو زیستنیم. پرپی قصه محکمی داره. ببینید اینجا بود که افتادن روی میز رئیس تشک و همه سرنگون شدن که یه صحنه عجیب و غریب